و просто ما امید نداشتیم که مقصد همین مردار و اموتیان که امروز ما خدا به شکر الحمدلله میگیم که همین با فرمان جناب عالی مقصد همه کارگران ارگان من کردیم که عموما ممکن نیست تروریستن که ما خدا شکر میکنیم اول با الله شکر میکنیم با جناب عالی رحمت کنم که با اجازت جناب عالی همین مردای ما را دادن. کی بودن خشت برای؟ کی بودن خشت برای ما؟ پیروز عبدالله، پیروز دیشاد، این میرزایوف امید. میرزایوف امید یعنی که در همون هر سه پیروز عبدالله کارگر بودن، خشت بر بودن. این خشت برای کی بودن؟ خشت بر بودن. یک کجا کار میکردن؟ نه حفظی حقوق کار میکردن؟ پیروز دیشاد مردی کار بود، طرف روسیه میرفت. پیروز میرزایوف دیرشاد چم مردی کار طرف روسیه میرفت میومد. همینجا در همه فریب خورده همه خیلی آدما شدن گرفتن بردن شدن. ای کدوم منطقه اینو؟ این مرد پیروز دیرشاد چه یا روسیه میرفتن میومدن عموما در سیاست در کار در هیچ جا کار نمیکنن یا فقط روسیه میرفتن میومدن. پیروز دیرشاد سه تا کودک دارن امید چم همچنین صاحب فرزند دختر بچه یا روسیه میرفتن میومدن یکی همه وایدا بیچور شدن. اگه شما با خبر ندارید که چه خیلی پیوستگی همینا یا فریب خوردگی با اومدی پول دادن یا چه خیلی؟ نه ای مونم داریم. خوب بود این زمان همین میگن که مایتی گنرال حلیم هم در همینجا حضور داره. همینجا در مورد دیدیم. حاج مایتی همین حاج حلیم هم اوجه همش دو دستی هم ما جناب عالی بسیار مینداریم تا حاضره تا همین 10 روز مردار من کردن نمیتونیم گفتم ما تمام ارگانا و پروکراتورا به همه جا مراجعت کردیم نمیتونیم گفتم اینکه بسیار ما مینداریم که با فرمان جناب عالی دینه روز پنجشنبه بعد عربه اجازه داد که میتو را همشون شخصیتشون معلوم کنه با خودتون کارگرای ارگان گفتن که برده به دست در خانه‌شون سپارین. نه امروز ما اومدیم حقیقتا همین که دست ما نمیتونن با دست خودشون میبرن در خانه مردندار میمونن 1 ساعت من میکنن با خودشون میبرن در قبرستان یعنی شما را شناسایی کردن؟ کی را شناسایی کردن؟ همون مرده های شما در آوردن؟ ما را همون شناس 10 روز پیش آوردن نه امید میرزایوف دیرشاد اینو 10 روز پیش کشته یا 10 روز پیش کشته ما را نمیدودن گفتن لیکن این جنگ به همین خاتمت شد بعد آگاه کردن که گیریم بریم اصل بعد نمیدودیم گفتن اونه که ما توجی کم بود. اینو فرزندار بودن؟ فرزند همشون فرزند. جنازه میکنه یعنی چیکار میکنه؟ ایران میبرن با دسته راست کارگرای ارگان کتی همونجا رسیدگان جمع اینو بعدی رفتن یگان بار تماس گرفته بودن با خانواده هاشون تلفنی هیچی نگرفتن؟ خب تشکر اکد باز یک چیز گفتم چند مایت دیگر دارم 24 تا مایت همونجا قطارک رسیدگان همشون ناملیست کردگان شونه و فرمان جناب عالی همه یورا برده در خانه‌شون سپاره این فرزندتون این خیلی کرده مشغوله بچی رو رفت بچی رو شد بعد همو هر یک تاش محله و چسکاویشون که 1 ساعت 2 ساعت خونه‌شون در من میکنن با برده در منزل سپاره می‌کنن.